وقتی پیامبر جبرائیل را دید که با صورت خودش دیدش، بعد حضرت ترسید. رئیس به ترسیده آمد و خودش در درون جامعه پیچوند. ولی همین وقت اینه که چی در التماس وقتی همین گپ زدن ده یکم خورو تونمانی حکومت دولت میشه آقای بشینیم بعد این چی گپینه خورو میشه شو دروزه انا بعد آمد خودش پیچوند و جبرائیل همین آیت های بعضی مفسرون میگن که اولین آیتی که آمدگه سوره مدثره، اگرچه اتفاق بر همه که اولین سوره که نازل شدگه سوره علق، سوره علق اقرا بسم ربک الذی خلق، ولی بسیاری مفسران میگن سوره مدثره. وقتی دید آمد خودش مقصد پیچوند بعد جبرائیل آمد گفت یا ایها المدثر، یک کسی خطا در جامعه پیچونده، قم فانذر، خیز و مردم از خدا بترسان. اگه در زیر همین قم فانذر مفسران میگن وقتی که کسی میخواهد که در بین مردم معلومات بده از بندگی خدا، وقتی که گپ زنه ایجوش خسته گپ زنه. اگه در تفسیرها میگن همینجا که کلمه قم که اومده است، پیامبر خدا گفت که خیز و مردم بترسان، میگن خسته مقصد مردم آگاه کنید. حمد به حد ثنای به اعداد بر خدایی که نور ایمان داد، غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست زود طاعت، نام پاکش محمد عربی است صلی الله علیه و سلم. وقتی نام محمد که ما شنیدیم در گردن ما واجب همین است که صلوات بفرستیم، صلی الله علیه و سلم یا صلی الله علیک یا رسول الله. نام پاکش محمد عربی است صلی الله علیه و سلم، راهنماینده بزرگ و سنی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبلا برادران عزیز و گرامی، در آغاز این محفل از خدایی که بسیار مهربان است، از خدایی که بسیار بسیار کریم و رحیم است، خواهان او هستم که بابی نعمت الله که برای ما و شما اینجا در تیاری دیدن، تردد دیدن، خب و زحمت کشیدن و این گونه محفل هم آراسته کردن. الله مهربان سعادت دنیا و آخرت نصیبش گرداند و جمعی نزدیکاش، همکاراش، قدردانا، مهمانهایی که در اینجا همه شرکت دارین، خداوند قدم هر کدام شما در الله مهربان حسنات نویسه و الله مهربان سعادت شما را در دنیا و در آخرت بلند بگرداند. من سال گذشته اینجا در بودیم، بابای نعمت الله نبودن، ولی با تلفن فکر میکنم با پدرت ما صحبت کرده بودیم، ولی حیاتن آخی مادرتون هم هستن. خدای مهربان بالای سر شما نگهشون دارن و دوام عمرشون نیک خیر بگردانند. و از الله مهربان خواهانی هستیم که در این جمعیت ما بندگانی هستند که آرزوها دارین، امیدها دارین، بعضی مقصدهای نیکی دارین. خدای مهربان همه مقصدها و امیدهای نیکتون حاصل بگرداند. کاراتون در برار کشایش تیا، بیماری هاتون شفای کامل تیا و با صحت و سلامت الله مهربان با وطن، با زادگاهاتون و الله مهربان به هر جایی که شما اراده و خواهش داشته باشید، خدا شما را به همون مکانها نیک و سلامت برساند.